ورژن الیکسیر دیواین هستن ایشون. بوی نارگیل دارم توش حس میکنم. من نوت نارگیل رو دوست دارم ولی خب بیشتر واسه عطر تابستون و بهار دوست دارم. نوت وانیلو خیلی حس میکنم بوی دیواین کلاسیک یونیک تره و خیلی خاص تره بوش. این آقایی که کلا مسئول اینجا سال معرفی میکنه وقتی دید من حالا سرم بیشتر از اینجور چیزا و به عطر علاقه دارم یه برند جدید به اسم ژون مالون به معرفی کرد. اسمش هم اسکالت پاپی هستش. عطر ادویه‌ای شیرین با نوت دارچین و گلی که اولین باری که من توی عطر از نوت دارچین خوشم اومد. اکثرا حالمو به هم میزنه. خیلی عطر گلی و در این حال ملوسه. ایشون امروز با من میاد خونه. خیلی خوشم اومد. حالا بعدا بیشتر راجع بهش صحبت می‌کنم باهاتون. از برندهای دیزاینرم مطمئنا به گوشتون خورده. لینتلیت ژیوانشی بوی یونیکی داره. تقریبا میشه گفت گلی و شیرینه ولی خب خفت نمی‌کنه. این تو ذوقت نمی‌زنه شیرینیش ولی به شدت که نه ولی به شدت عطر قویه. ولی کسایی که یک کم سردرد میگیرن و نمیدونم اینجور چیزا که اصلا به سراغ این ورژن نیاد. ولی خب کسایی که بوی دوست دارن که وقتی وارد یک جمع میشن متوجهش بشن همه و ماندگاری خیلی خوبی داشته باشه 100% میتونن از ژیوانشی بوی لینتلیتش رو امتحان کنن. یه عطر اومدم واسه کسایی که سرشون زود درد میگیره یا کلا زود حالت هوا میگیرن از عطر. این عطر رو داریم از مونت بلنک. اسمش هم سیگنچر رو فکر کنم عطر امضا. از این عطرایی وقتی بوش میکنی میتونی نفس عمیق بکشی اصلا اذیتت نمیکنه ولی در این حال بوی یه دختر تمیز مرتب یکم هم وایب یه عروس تمیز رو بهم میده. عروسای اروپایی که میبینیم آرایش کم دارن و در این حال خیلی شیک و خیلی خوشگلن. این عطر دقیقاً اونه. ولی خب فکر نکنید عطری که واسه خانمای سن پایین مناسب باشه. فقط به نظر من واسه همه سنا مناسبه. این عطر دقیقاً اونه. 100% واسه کسایی که بوی عطر تمیز دوست دارن دنبال چیزی هستن که اذیتشون نکنه ولی خب خودی هم نشون بده. مونت بلنک یا بلند سیگنچر رو میتونم بهتون پیشنهاد کنم. روبرتو کاوالی با هم دیگه واسه اولین بار امتحانش کنیم ببینیم چه بویی میده. فکر کنم نوت یاسمن داشته باشه. تقریبا میتونم بگم دوست ندارم. بستگی داره به اینکه با چی کمبو شده باشه توی عطر. یکی از مورد علاقه ترین برندهای دیزاینر عطر پارادایس هستن. از برند ژان پل گوتیه. یه بوی فرش و تابستونی داره. بیشتر بوی نارگیلش میزنه تو صورته ولی خب نارگیل بوی چیز نرم کننده بدن و اون نارگیل بچه‌مون که فکر می‌کنید نداره. بوی به شدت فرش، شاداب و در عین حال خوشمزه‌ای داره. این هم باعث مثل کسایی که بوی زیاد عطر سنگین دوست ندارن میتونم توصیه کنم ولی خب بیشتر واسه فصل تابستون میتونم بگم مناسبه ولی به اندازه دیواین خوب نیست. وانیلیا کالچر فکر کنم اگه اشتباه نکنم دیگه. وانیلیا کالچر اگه اشتباه نکنم دی ان ای کلاسیک لیبره اینتنس کاملا توشه. یعنی کاملا وقتی اول بوش می‌کنی ورژن کلاسیک لیبره اینتنس میاد به مشامل ولی خب چیزی که اینو یکم متفاوت‌تر می‌کنه اینه که بیشتر شیرینه. اون شیرینیش فقط شیرینی وانیلا نیست. شیرینی بوی گلای سفید هم داره. خیلی شبیه به لیبره اینتنس هستش. من فکر می‌کنم یکم متفاوت‌تر باشه. اگه حالا بین اون و اون مونده باشید اونو بگیرید بهتره. ولی خب ایشون و دیواین الیکسیر اونقدر که باید خوب نیست که جایگزین ورژن کلاسیکش بشه.